اینجا جزیره کابلاغ روس هست، جزیره‌ای در اقیانوس نارام در حال انقراض. این گراز بکچشم است، با چشمانی در پشت برای تشخیص خطر. وقتی یک ناخناسور به او حمله کند، او بلافاصله تشخیص داده و به خوبی می‌گریزد. اما چون جلویش چشم ندارد، با محکم به جایی خورده و قراضه می‌شود. این گونه انقراض، این قراض یا این گراز هم گفته می‌شود. اما بر فراز این درخت هملت مرغ میزید که او نیز در حال انقراض است. این مرغ با تخم مرغ‌های خودش املت می‌پزد. حتی بقایای آن گراز نیز در این طبیعت بیرحم توسط زبان دسته بلعیده می‌شود. او زبان خیش را گاز گرفته از کاد خارج می‌شود و 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 از کاد خارج می‌شود. اما این دلیل انقراض او نیست، بلکه این دلیل انقراض او است. روحش شاد، یادش گرامی باد. اما در این بالاها در سرمایه یک عالم میلیون زیر صفر قوچ‌هایی زندگی می‌کنند که در حال انقراضند. این قوچ‌ها قربانت سلام برسه. این قوچ‌ها که از پشم‌های بلندی در مقابل سرما برخورد دارند چه فایده؟ در اینجا تنها 3 دانه از این قوچ عجیب 2 دانه از این قوچ عجیب باقی مانده است. کارگردان گند شاخ برای دید مقابلش مشکل دارد. برای همین از فناوری LCD و دوربین مداربسته کمک میگیرد. ما نیز با تکنیک خود سر و ته این حیوان را به شما نشان میدهیم. اما مشکل اینجاست که این جاندار به سرعت حوصله‌اش سر میرود و تصمیم میگیرد فیلمی جدید نگاه کند. غافل از این که همین موضوع باعث انقراض این گرازه. کارگردان این گونه ای از کانگوروی به تربیت فرزندان خیش اهمیت دهنده است. اما این کانگورو فرزندان خود را روی صندلی عقب می نشد تا امنیت بالاتری داشته باشد. ولی امان از تکنولوژی و امکانات مدرن که باعث می شود فرزندانش به کانگورو کوبیده تبدیل شوند و نسل آنها نیز این گونه منقرض است. مارمولک گابل آموز ناخناسون ها دنبتو بکن، فرار کن، بکن دنبتو. این کمر دنبو بکن، خودش میکنی؟ حالا بخورتت حقته دیگه. آها این مغزش تو پایین تنه است. اونم خورد. این گارسولک گابلس مروش اسم سختی آخری در حال انقراض است، چون کارفرمایش به او پول مکفی نمیدهد. نامرد است. این یک راسوی بی تربیت گابلا میگوارسایی است. و این ناخناسور که ببینیم بالاخره چه قیافه‌ای دارد. عجیب قیافه‌ای دارد. او واکنش بدی هم نشان نداد، از گوش رد. و اکنون شاهد انقراض یک ناخناسور و یک راسو و خودم هستیم. از پزشکان حاذق این برنامه به خاطر نجات خودم سپاسگزارم و حال برای دیدن عجیب ترین جانور در حال انقراض وارد این غار می شویم که گویا دیر رسیده ایم. بیا 4 روز نبودیم یکی دیگه هم منقرض شد. این چه وضعیه؟ یکی از جذاب ترین جانوران که هیچی، این هم منقرض شد. اصلا نفهمیدیم چی بود. این مرغ آنفولانزای خوکی گرفتم که تکلیفش معلوم است دیگه، رو به انقراض است. دانشمندان دلیل این انقراض بزرگ را خشکسالی درختانه دارو می‌دانند. گاو کوهان زده نیز در حال منقرض شد و شیری که یالهایش ریخته و چیزی به انقراضش نمانده و این بز کوهی که در انتظار انقراض است و در انتها خود جزیره گاوراولا بوز که در حال